شخصی برای اولین بار یک کرم دید. اولین برگش را کند. در زیرش یک برگ دیگری دید. آن را هم کند. زیر آن یک برگ دیگر و زیر آن باز یک برگ دیگر. او با خودش می گفت حتما یک چیزی با ارزشی داشته است که درون این همه برگ پیچیده شده است. اما وقتی به تهش رسید و همه برگ ها تمام شدند، چیزی درون آن برگ ها پنهان نشده است. خود مجموعه از این برگ هاست. حکایت زندگی هم این چنین است. ما روزهای زندگی را تیز تیز ورق میزنیم و فکر میکنیم چیزی دیگری پشت این روزها پنهان شده است، در حالی که همین روزها آن چیزی است که باید آن را دریابیم و درکش کنیم و از آن لذت ببریم. چقدر دیر میفهمیم قصه هایی که خوردیم نه خوردنی بود و نه پوشیدنی، فقط دور انداختنی بود. زندگی همین روزهایی است که منتظر گذشتنش هستیم. در صورت داشتن چیزی خاص حالمان بهتر می شود. اما اگر به بهترین چیزها هم برسیم، باز هم حالمان خوب نخواهد شد. چون ذهنمان عادت کرده است فقط به نداشته هایمان فکر کنیم. فراموش نکنیم که وقتی رویدادهای خوبی پیش می آید، حالمان را خوب نگه داریم، رویدادهای خوبی در زندگیمان پیش خواهد آمد.